شما هر جای دنیا که بیزینس را بندازین، یکی از مهمترین فاکتورهای رشد بیزینستون رضایت مشتریه. توی رضایت مشتری اینکه چه سطح توقعی ایجاد میکنید خیلی مهمه. یه مثالی رو براتون بزنم. فرض کنید شما توی هتل هستین، زنگ میزنید سفارش غذا میدید. رسپشن به شما میگه که رستوران خیلی شلوغه و سفارش شما حدود 45 دقیقه طول میکشه. غذای شما رو بعد از نیم ساعت میارن. شما طبیعتا خوشحال هستین چون غذاتون زودتر از اون چیزی که به شما قول داده بودن دلیور شده. اما اگه به شما بگن که این غذا 1 ربع طول میکشه و غذای شما رو بعد از نیم ساعت بیارن، طبیعتا شما گشنه‌این، عصبانیین و از اون سرویس ناراضی هستید. در حالی که غذا همون غذا، تایمی که دلیوری انجام شده همون 30 دقیقه است. چون برای شما سطح توقع متفاوتی ایجاد شده، توی یک مورد شما راضی هستین و توی یک مورد ناراضی.